سلام خدمت دوستان پیج زومبایتی. امروز اومدیم با یه ویدیوی خفن دیگه. خب دوستان، همونجور که می‌بینید این ویدیو در مورد بالاترین برداشت من توی ربات ترونو اپه که همونجور که می‌بینید 1677 تومن ماین کردم و حالا گفتم که تجربیات خودمو و برداشت این کوین رو با شما به اشتراک بذارم. فقط همین اول ویدیو میگم که این تجربه برداشت من از این رباته و هیچ پیشنهاد سرمایه‌گذاری نیست. بریم که با هم شروع کنیم. خب دوستان، من اینجا تلگرام رو باز میکنم و برنامه ترونو اپ رو بازش میکنم. حالا یه مقدار طول میکشه که اینجا باز بشه برامون. همینجا که میبینید چون که برداشتم تعدادش بالا بود گفتم که یه ویدیو کنم که با شما به اشتراک بذارم و سوالاتی که پرسیده بودیم توی قسمت رو من بهتون بگم. دوستان، همینجور که بهتون گفتم این اپ داره خیلی خوب سود میده و این سود دادنش هم یه مقداری مشکوکه. شاید مثلا ماه اول 2 ماه اول بیاد جوری دونه بپاشه و بعد جمع کنه بره. یه خورده پر ریسکه ولی سود خیلی خوبی میده. اینو دارم میگم که چون خیلی از دوستان دارن توی تلگرام از من میپرسن که چیکار کنیم، وارد بشیم وارد نشیم. نظر من اینه که سرمایه سنگینی داخلش نذارید، مقداری کمی مثل من سرمایه بذارید داخلش و سعی کنید زیر مجموعه به دست برید، زیر مجموعه گیری کنید که بتونید شیبا هم کسب کنید. من توی کانالشون هم داشتم میچرخیدم، چت فارسی داشت. شخصی از توسعه دهنده های این اپ پرسیده بود که چجوری اعتبار داره سرمایه گذاری کنیم نکنیم. جواب این توسعه دهنده این بود که ما کسی رو مجبور نمی‌کنیم که سرمایه گذاری کنه، ریسک سرمایه گذاری بر عهده خود شماست. یعنی همین جوابی که من دارم به شما میدم. درسته که این پروژه سودش بالاست ولی همینجور که گفتم ریسک خیلی زیادی هم داره و سرمایه زیادی نذارید. دیگه خودتون حساب کتاب کنید، چون که تلگرام من شده پر از این سوال که من وارد بشم نشم. من واقعا نمیتونم تصمیم بگیرم که شما وارد بشید یا نه. تحقیق کنید، خودتون تحقیق کنید، توی اینترنت تحقیق کنید، ببینید دوستان دیگه در این مورد دارن چی میگن. حالا همونجوری که من مقدار قابل توجهی کسب کردم و الان میخوام برداشت کنم. و این نکته دیگه در مورد شیبا که پرسیدن دوستان، خیلی از دوستان توی کامنت های یوتیوب می‌نویسن که 300,000 تا شیبا میشه 300 میلیون. دارید اشتباه میکنید، قیمتش این نیست. 300,000 تا اولش فکر کنم 5 تا 10 دلار. حالا اینو انتقال میدم، دقیقاً قیمت رو بهتون میگم. نکته که در مورد انتقالم اینجا میخوام بگم، برداشتش به هیچ عنوان هزینه‌ای نداره. ترونیکس هزینه داشت ولی این هزینه نداره. یعنی من تا یه مقدار قابل توجه میشه سریع برش میدارم و توی خودش نمیذارم که اگر اتفاقی افتاد من سود خودمو کرده باشم. حالا برای کیف پول شیبا من تو تراس والت زدم، واقعا فوق العاده بود. تراس والت خیلی سریعتر نشست که الان با هم بررسیش میکنیم. حالا من بیام اینو برداشت بزنم. من اینجا صرافیمو باز میکنم، بخش ترونیکس. میبینید من اینجا تا مقدار قابل توجه میشه برمیدارم. 103 تا 97 تا 22 تا 26 تا، یعنی تا به حد نصاب میرسه برداشت میکنم. نکته هم که داریم میبینید حتی مقدار خوردم داشته باشید براتون واریز میکنه تا الانی که آپدیتی ندادن. و همچنان هم من بوست رو چک کنم، میبینید هنوزم قوانین رو تغییر ندادن و هنوز 30 روز فکر نکنم شده باشه که این اپ اومده باشه. بعد از 30 روز احتمالاً یه آپدیتی بدن، یه مقدار پرافیت رو بیارن پایینتر و سود اینم مقداری کمتر بشه و حالا احتمالاً یه آپدیت بدن و اینجا یه ترانزکشن فی هم اضافه بشه. خب من دوباره یه رفرش بدم ببینم دیگه، میخوام کامل صفرش کنم. اینجا یه رفرش دیگه بدیم و بریم برای برداشت. خب این مقدار من اینجا میام آدرس ولت صرافی رو برمیدارم کپی و اینجا سند رو میزنم آدرسم. نکته جالبی هم که هست این اپ خیلی سریع واریز میکنه. حالا دقیقاً با هم میبینیم 1677.09 1600 درسته. سند، من سند رو بزنم این برای من انتقال داده بشه. خب موفقیت آمیز بود. حالا هی من میام این بر چون که رفرش بشه ها. میبینید الان رفرش میشه این صفر میشه. خب این کامل انتقال داده شد. خب دوستان، من برای شیبا هم دیگه توی تراس والت میذارم ولی هنوز شیبا هم به حد برداشت نرسیده و باید بالای 300,000 تا بشه که ما بتونیم برداشت کنیم. همینجوری که میبینید من سند رو که میذارم گفته که بعد 300,000 تا بشه، همینم ترانزکشن فی نداره. تنها کاری که داره دیگه شما برید آدرس ولتتون رو بزنید و اینجا انتقال رو بدید. حالا من قبلا انتقال دادم توی تراس والت خودم. همینجوری که میبینید من تراس والت رو اینجا باز کنم. همینجوری که اینجا تراس والت من باز، من روش کلیک کنم میبینید من این مقدارها رو تا حالا انتقال دادم و شده نزدیک 20 دلار. حالا خیلی از دوستان توی بخش کامنت دارن به من میگن که 300,000 تا شیبا میشه 300 میلیون، نمیدونم یا قیمتای نجومی. خیر دوستان، همینجوری که میبینید 1144 تا از این کوین شده 20 دلار. نمیدونم قیمتو از کجا میگیرید ولی میبینید
دقیقاً 1144 تاش میشه $20 دیگه. تو ویدیوهای قبلی من اشتباه نکردم، دقیقاً قیمتو همینجا میزنه. حالا نکته خیلی مهمی هم که در مورد کسب شیبا هست، شیبا فقط با زیر مجموعه گیری به دست میارید. نیا کنید اینجا توی میشنش هم که میرید این پایین براتون دقیقاً میزنه. میبینید گفته که دوستاتون رو اینوایت کنید و شیبا پاداش بگیرید. یعنی بجز این میشنا روش خاصی نیست که بتونید شیبا کسب کنید. شما با هر دوستی که دعوت میکنید همون لحظه ورود 250 تا بهتون میده. حالا دوستتون اگر کامل این میشنا رو هم بره نزدیک 8500 تا به شما شیبا هدیه میده که اگر بشه 300000 تا شما میتونید برداشت کنید. خب دوستان همینجور که میدید این ترانزکشن هم با موفقیت واریز شد و همه چی اوکیه. 1677.0.9 برای من واریز شد و هیچ مشکلی هم نبود و تونستم برداشت رو کامل بزنم. حالا نکته مهمی که اینجا میخوام بهتون بگم، خیلی از دوستان میان ازم میپرسن که TRX رو از کجا بخریم، باید چیکار کنیم؟ اگر شما اطلاعات اولیه در مورد خرید ترون و برداشتش و اینا ندارید، به نظر من وارد این پروژه‌هایی که پر ریسک نشید. کلا شما الان فقط ثبت نام کنید، چون ماه اول با این شرایطی که داره میبینید ماه اول به شما کامل 20 تا رو میده و 20 تا رو شما میتونید انتقال بدید. شما فعلا ماه اول اینجوری بیا 20 تاتون کسب کنید اگر نمیخواید ریسک کنید و همینجوری که میبینید 20 تا ترون به دست میارید. یا حالا اگر کامیونیتی دارید میتونید زیر مجموعه کسب کنید، میتونید بدون صرف هیچ هزینه‌ای زیر مجموعه خودتون رو کسب کنید و کسب درآمد کنید از این جور اپلیکیشن ها. حالا احتمال داره با استقبالی که مردم از ربات‌های تلگرامی کردن این جور اپلیکیشن ها خیلی رشد کنن و بیشتر بشن که نکته مهمی که هست باید زودتر واردش بشید. حالا من سعی میکنم توی کانال و توی پیج یوتیوبمون سریعتر اطلاع رسانی کنم که شما بتونید سریعتر وارد شید و زیر مجموعه های بیشتری کسب کنید. حالا همینجور که دیدید من الان دیگه توی سودم احتمالاً بیام هشریتمو یه مقدار ببرم بالاتر که حالا توی ویدیوهای آینده آپدیتتون میکنم. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار. Brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business so humongous, you would think that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in